سلام وقت بخیر خدمت یکایک شما دوستان عزیز. امروز اومدم براتون یه ویدیو ضبط کنم از گلخانه استوایی پاپایا، میوه های پاپایا. اینا رو که میبینی درخت های پاپایا، اینا میوه میدن. بالاش الان میوه نداره. همینجا چند وقت پیش کنسرتی به اصطلاح یکیش به دور همی ویدیو کردم که دور همی اجرا کردن با آقای امیرعطا سلگیر آورده بودن. اگر فیلمشو گذاشتم تو کانال دوستان عزیز نگاه کنین. همین پایین همینجا بود و بیا این چیه؟ ابوالفضل این چیه؟ سلام کن ابوالفضل. سلام. خوبی ابوالفضل؟ چی گرفتی ابوالفضل؟ جوجه چیه؟ جوجه مرغه؟ نه همون جای توتیه اونجا بود. توتیه رو بینه؟ نه آخه ابوالفضل برات دوستان، ابوالفضل برات این جوجه مرغ گرفته. اینا رو نگاه کنید. بیا 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 بیا. به به چقدر جانمه. عروس هلندی ها، عروس هلندی اینا چقدر هم زیادن. این چند پیش اینجا جوجه گذاشته بودن، تخم گذاشته بودن و جوجه تو اون لونه شونده، تو لونه هاشون جوجه کرده بودن. بیشتر اینا جوجه بود. اون چند تایی که اونجا هست جوجه بوده، اونا الان بزرگ شده. چند وقت پیش جوجه بود. آها اینم میوه هاشه، هنوز سبزه. اینا قشنگ قرمز میشه، نارنجی، بعد قرمز میشه، خیلی خوشمزه میشه. اونا چی هن؟ قرقاوله؟ اینجا باغ وحش درست کرده ها. نه؟ قرقاوله؟ اینا چی هن؟ قرقاول نه؟ این چی؟ اینم قرقاوله؟ کپک نیسته، یعنی کپک زری کنم. نکن ابوالفضل، اذیتشون نکن. این پرنده ها رو میشناسیم. این چقدر خوشگله. این چقدر خوشگله، نگاه تو سرش اینجوری چتر داره. تو سرشون چتر داره دوستان عزیز. خیلی قشنگه. این خیلی قشنگه. این واقعا چشم منو گرفته. این خیلی زیباه، واقعا زیباست. بیا این گمت کردم بابا. این تاوسه. این چه لنگه؟ این چه میلنگه؟ این بزرگا چیه؟ بوغلمونه؟ اینا چیه؟
اینم طاووسه؟ اینم طاووسه دوستان. این نمیدونم این چتر داره، این نمیدونم اسمش نمیدونم چیه، باید بپرسم بدونم اسم این چیه. خیلی خوشگله. دوستان عزیز اینا کس درخت موزه. که میبینید اینا درخت موزه. این درخت پاپایا مثل انبه میمونه. اونو یه سریش که رسیده است رنگشون میگیره میشه البته قرمز مانه حالت نارنجی به رنگ نارنجی میشه. اینم ابوالفضله که برای خود یک جوجه گیره بوده. نکشی بچه موره اذیتش نکن. موز نکده نه؟ موز کده؟ کو چه موز گنده گیره برده همی؟ هنوز بزرگ نشده. این هم کسته مثل آناناسه. حالا قول نزد خوشمزه هم ما اینو رو بکن. خوشمزه هم ما اینو رو بکن. اینا کس آناناس. در کل اینجا رو اومدم براتون فیلم گرفتم بهتون به شما دوستان عزیز ببینید، از این درخت ها رو بشناسید، از دیدنش لذت ببرید. بعد اینکه کانال ما رو سابسکرایب کنید دوستان عزیز، دکمه زنگوله کنارش هم فعال نمایید تا به محض اینکه ما ویدیو بگیریم به شما باخبر شیم. یه کامنت انگلیسی هم برامون تو کامنت ها بذاریم تا سابسکرایبی که انجام میدیم نپره. اینم محیط گلخونه، اینجا ورودیشونه، اینم محیط گلخونه. دوستان عزیز اینم یکی دیگه از گلخونه هاش. اینجا 2 تا گلخونه به اصطلاح 2 تا جمع گلخونه دیگه بالا سرش پوشیده است. اینم یکی دیگهش. اصل گلخونه اونور بود که براتون گرفتم. اینجا هم هستش مثلا درخت زیاده، درخت های پاپایا، منتها اصل جای گردشگری اینا اونوره. اینا کانال هم داره، تو پیج داره، توی اینستا کانال نداره داخل یوتیوب. البته دوستان بیاین بهتون آناناس نشون بدم که
نگاه این آناناس، میوهشه. اینم آناناسه. این میاد بزرگ میشه میرسه، وقتی رسید زرد میشه. این آناناس. این البته اینجا نیشاشو زده، اینا رو میکنه میبره یه جا دیگه میکارن. اینجا هم که سبزی کاشته. یه مزرعه کوچیک آناناس اونجا هم هستش. اونجا رو بهتون نشون بدم. اینه درخت، اینه میوهش، اینه الان میوهاش سبزه. این تک و توکی قرمز شدن رسیدن. چیه بابا جان؟ اینم یه مزرعه کوچیک آناناس دیگه. اصل مزرعه اینجا، اونجا که کم کاشته بود، اینجا اصلش اینجاست که زیاد کاشته. اینجا همه میوه، اینا میوه هاشونه، آناناسش هنوز نرسیده. بده خوشمزه بود. حالا پس تو هر دفعه میای باید یک آب میوه پاپایا بخوری دیگه. آره همون استوایی، آره آب میوه استوایی باید بخوری. ببینم، نگاه کنیم ببینم چی گرفتی برای خودت. غلط کردی تو دوست. هنوز نرسیدم، خیلی طول میگه که تا اینو برسیم. نش بزرگ شده به همین نرسیدم. این شده، این خیلی بزرگ شده، چیزی نمونده که برسه. نگاه کنیم اصلا. اینا رو بهش میگن دراگون ها. اینا رو باید حتما نمیتونه با نخ ببنده. روی زمین بزرگ نمیشه. اینا رو بهش میگن دراگون. دراگون چه خاصیتی داره؟ برای داروی چیز استفاده میشه مثلا؟ خب نه، این دراگون هم میوه میده؟ بفهمم دوستان، این هنوز نرسیده، این چیزی نمونده درسته. این دراگون، اینم میوه میگه. دوستان اینجوری بار میدهیم، به این صورت بار میدهیم.
به این صورت بار میده. این تازه کمشه، بیشتر از این هم بار میده. این رنگش زرد شده دیگه، میرسه چیزی نمونده که برسه. اینم بالا سقف گلخونه شه که واقعا جایی لذت بخش و آرام بخش درست کردن. این چیه؟ لیمو سوی؟ پانتیا.